حتما شما کسایی را میبینین در دور برتان که سواد آن چندانی ندارن اما چی آدمای خوبی هستن. وقتی شما بررسی کنین میبینین که در یک خانواده خوب رشد یافته، با وجودی که بعداً زمینی پیشرفت درسی برش فراهم نشده ولی شخصیت خوب داره. در مقابل کسایی را میبینین که دکترا دارن اما هنوز میبینین بعضی جای شخصیتشون میلنگه. علتش چی است؟ که در یک خانواده ناسالم پرورش یافته. حتما سوالت نیست که خانواده سالم بود خود درس هم سر ما میخونه، درست است، گپ خوب است، ولی مثال براتون میتونم که یعنی حتما شما یک مثال دیگه میخوایم نقش خانواده را بگویم که اگر خانواده خراب میباشه شما تا دکترا میرین، فوق دکترا میرین ولی هنوز بعضی از آسیبا را حل کرده نمیتونین. میخوایم اهمیت خانواده رو ببینیم و یا برعکس شما وقتی در خانواده براتون مکتب بوده شما شخصیتتون خوب شکل میگیره.